به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد زمان کودک آماده به دنیا آمدن بود. او از خداوند پرسید: خدای من، خبردار شدم که تو مرا فردا به دنیا می آوری، اما من چی طور در آنجا زندگی کرده می توانم، در حالی که کودک بیش نیستم و خیلی ضعیف هستم؟ خداوند جواب داد: از میان فرشته ها من یکی را برای تو انتخاب کردم که حالا منتظر تو هست و تو را نگاه بین خواهد کرد. اما کودک گفت: من در بهشت تنها می خندیدم و با این خوشبخت بودم. خداوند گفت: فرشته تو را می خنداند و تو را خوشبخت خواهد کرد. کودک گفت: خدای بزرگ من که زبانشان را نمی دانم، چطور من آنها را بفهمم؟ خداوند گفت: این کار هیچ دشواری ندارد. فرشته تو با سخنهای شیرین و گوارا که بار هم نشنیده ای با تو صحبت خواهد کرد و با صبری و غمخواری تو را زبان خواهد آموخت. کودک به خداوند رو آورده گفت: اگر در من خواهش با تو صحبت کردن پیدا شود چه؟ خداوند به کودک گفت: فرشته به تو نماز خواندن و دعا کردن را می آموزاند. کودک گفت: شنیدم در زمین آدم‌های زندگی می‌کنند که دست به کارهای بد می‌زنند. اگر چنین است، پس مرا از آنها کی حمایت می‌کند؟ خداوند مهربانانه گفت: تو را فرشته‌ات حمایت می‌کند، حتی بر عوض جانش. کودک گفت: اما من همیشه غمگین خواهم بود، چون که تو را نمی‌توانم ببینم. خداوند گفت: فرشته تو درباره من برایت نقل خواهد کرد و راهی به من نزدیک شدن را برایت نشان خواهد داد. اما مطمئن باش که من همیشه با تو خواهم بود. وقتی به دنیا آمدن کودک فرا رسید، او سراسیمه‌وار پرسید: پروردگارا، وقتی رفتنم شد، خواهش دارم که به من بگو که نام فرشته من چیست؟ خداوند گفت: دانستن نام او به تو مهم نیست، زیرا تو همیشه او را مادر خواهی نامید. بله، مادر فرشته بود. دوستان من، خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله.